سلام. نیستی که؟ اومدم فدات شم. سلام عزیزم، خیلی خوش اومدی. شما مادر مسئوله این؟ خودش گفته رو باز می‌کنه بیام داخل. یه وقت بیادبی نباشه همینجوری اومدم. منصور خودم میشنم. چی؟ شوخی می‌کنی دیگه؟ عزیزم شوخی چیه؟ درسته 15 سال از خودت بزرگترم ولی دلم مثل خودت جوونه. چون لباس گفتی این رنگی دوست داری برام پوشیدم. چطور شدم؟ چرا دروغ گفتی؟ چرا عکس فیک فرستادی برای من؟ حالا که چیزی نشده بیا بریم بشینیم با هم گپ بزنیم. مطمئن باش نمیذارم ناراضی بری. بیا عزیزم اینم 50 میلیون پول توشه. گفتم یه موقع لازمت میشه. راستی عشقم لباساتم خیلی بهت میاد. از عکساتم خیلی خوشگل‌تری. همونی هستی که من میخوام. خجالت بکش خانم، من از صبح تا شب سکته نزدم به خاطر چنل قاطی که عین شما بیاد منو با پول بخرتم. من دنبال عشق بودم نه دنبال پول. مثل اینکه شما دنبال معامله. پس بگردی که پیدا کن که این معامله واسه جفتتون واسه برد باشه. من باختمو قبلا پس دادم. نمیخوام باخت جدیدمو به خاطر یه آدم بی ارزش پس بدم. از خداتم باشه بدبخت بیلیاقت. الانم از خونه من گم شو بیرون. داداش وای 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 من ریدم تو اکسپلور، من ریدم تو مغز فندقید. میرفه این خوبی دازه داره 5 میلیونم پول میده. داداش نمیتونی بده من شمارشو، بده من خودم قدرشو میدم، تازه با نصف قیمتم میدم. ببین تو اگه دنبال عشق بیناموس برو رمان بخون.